سلام به همه شما دوستان عزیزم و امیدوارم که حال دلتون خوب و عالی باشه. تو این ویدیو می‌خوایم درباره پروژه جدید لاست داگز صحبت بکنیم یا همون سگ‌های گم شده که این بازی توسط خود تلگرام ارائه شده و همونجور که می‌دونید یکی از ایردراپ‌های خیلی معروفی که به عنوان اولین ایردراپی که معرفی شد حضور داشت همون ایردراپ نات کوین بود که اون هم توسط خود تلگرام ارائه شده بود. الان اومده و یک بازی دیگر رو معرفی کرده که کلا طبق گفته خودشون 6 هفته بیشتر این بازی طول نمیکشه، یعنی نیازی است که 2-3 ماه بازی بکنید و مثل بقیه ایردراپ ها منتظر باشید که این پروژه لیست بشه. طبق گفته خودشون بعد از نهایتا 6 هفته این پروژه لیست خواهد شد. و تو این بازی 3 تا قسمت مختلف داریم که من بهتون توضیح میدم. یکیش این قسمت در واقع ووف ها هست که در نهایت قراره که این ووف برای شما لیست بشه و شما بتونید از طریق این در واقع ارزی که وجود داره بیاید و درآمدزایی بکنید که روش‌های مختلفی برای به دست آوردنش وجود داره که بهتون توضیح میدم. یکی دیگه از قسمت هایی که وجود داره بونز هست که تو این قسمت شما دارید میبینید و شما با استفاده از این بونز ها میتونید رای بدید. حالا رای دادن چجوریه بهتون میگم. و یکی دیگه از چیزهایی که توی این پروژه وجود داره همون خود نات کوین هست که اگر توی قسمت پروفایل مثلا می‌بینید که اینجا مثلا برای من 1.85 نات کوین وجود داره که الان برای شما توضیح میدم که هر کدوم از اینها چیه. نات کوین که میدونید جریانش چی هست دیگه، شما میتونید نات کوین خیلی راحت نقد بکنید و الان توی همه صرافیان تقریبا لیست شده و شما میتونید اون رو به ریال تبدیل بکنید. اما ووف هم بهتون گفتم که چی هست جریانش که شما میتونید در بعد از پایان این 6 هفته‌ای که وجود داره بیاید و اونو در واقع به پول نقد نزدیکش بکنید. اما این بونز ها چیه و جریان رای دادن ها به چه طریق هستش؟ ببینید دوستان، هر روز توی 24 ساعت که اینجا توی این قسمت به اسم راند میشناستش، یعنی توی هر راند که هر راندش تقریبا 24 ساعت طول میکشه، شما 3 تا گزینه اینجا دارید. الان من چون قبلا رای دادم اینجا فقط یکیش رو نشون میده. اینجا 3 تا گزینه بهتون نشون میده که شما باید یکیش رو انتخاب بکنید. اما این انتخاب به چه روش هستش؟ ببینید توی این قسمت مأموریت روزانه‌تون رو می‌نویسه. ببینید توی این قسمت بالا اول می‌نویسه که راند شما توی چه تایمی به پایان میرسه. توی قسمت دوم مأموریت رو می‌نویسه. مأموریت چیه؟ میگه که بین این 3 تا کارت ها، ببینید وقتی که ملت میخوان رای بدن به این کارت ها 3 تا گزینه داریم. یکی از اون گزینه ها بیشترین رای رو میاره، یکی از اونها کمترین رای رو میاره و یکی از اونها توی حالت میانه قرار میگیره. و اینجا بهتون میگه که شما کدوم کارت رو باید انتخاب بکنید. اگر که شما مثلا کارت شماره که انتخاب بکنید و اون بیشترین تعداد رای رو بیاره، شما توی اون روز مثلا برنده میشید. اما بستگی داره که اینجا چی بگه. وقتی که نوشته find an average card، یعنی شما کارت میانه رو باید انتخاب بکنید، یعنی کارتی که به نظرتون توی روز تعداد افرادی که بهش رای میدن در نهایت بین بیشترین و کمترین قرار بگیره. اگر که نوشته بود find an popular card، یعنی شما باید کارتی رو انتخاب بکنید که بیشترین تعداد رای میاره. اگر unpopular card نوشته بود شما باید کارتی رو انتخاب بکنید که کمترین رای میاره. حالا اینکه شما از کجا بفهمید که این کارت بیشترین رأی میاره کمترین رأی میاره یا حالت میانه هست، و این کاملا شانسی هستش و شما نمیتونید اون رو پیش بینی بکنید. پس هیچ نقشه خاصی برای این قسمت وجود نداره و شما فقط با استفاده از شانستون میتونید بیاید و بیشتر کارتی که حالا بیشترین تعداد رأی میاره یا کمترین تعداد رأی رو میاره یا متوسط هست رو انتخاب بکنید که من برای امروز اومدم این رو انتخاب کردم. حالا این بونز هایی که اینجا نوشته به چه دردی میخوره؟ ببینید دوستان، در نهایت تعداد میزان رای ها بر اساس افراد مشخص نمیشه. یعنی مثلا کارتی که بهترین کارت یا محبوب ترین کارت هستش با توجه به تعداد بونز هایی هستش که اینجا قرار داده میشه. بونز ها در واقع انگار همون حالت پولی هستش که شما روی این کارت دارین شرط میذارید. توی این قسمت که نوشته بونز، اگر برید میتونید تعداد بونز هایی که وجود داره رو ببینید و اینکه میتونید تعداد بونز های مختلفی رو بخرید. اما در نهایت شما وقتی که میاد روی یک کارت در واقع اون رو میخرید، انگار دارید اون تعداد بونز های خودتون رو روی اون شرط میذارید. پس در نهایت به تعداد افراد این رای ها قابل شمارش نیست، بلکه به تعداد بونز ها هستش که میاد محبوب ترین، غیر محبوب ترین و حالت میانه رو در نظر میگیره. پس شما این نکته رو هم مد نظر داشته باشید و طبیعتا هر چقدر که تعداد بونز هایی که شما روی یک کارت شرط می‌بندید بیشتر باشه، اگر که اون کارت درست انتخاب شده باشه، در نهایت جایزه شما هم بیشتر خواهد بود. پس این هم درباره رایدهی این بازی که با هم دیگه صحبت کردیم. خب توی این قسمت بونز ببینید، شما توی این قسمت میتونید بونز رو بخرید. یعنی مثلا بیاید 5 تا بونز بخرید، 10 تا یا 15 تا که این قسمت هم نوشته برای هر یه بونز تقریبا 12.5 نات کوین شما باید
بیاید و ارائه بدید که این مورد یه چیز اختیاری هستش و اصلا اجباری نیست، اما چند تا مزیت داره. یکی از مزیتاش همین بود که بهتون گفتم شما اگر بخرید جوایز بیشتری هم میتونید بگیرید، چون میتونید مقدار بیشتری رو شرط ببندید. و یکی دیگه از چیزهایی که داره اینه که شما اگر مثلا من بیام توی این قسمت میبینید که مثلا اگر که شما بیاین نات کوین رو با بونز بخرید مثلا میتونید 10 تا ووف بیشتر بگیرید. علاوه بر این در نهایت وقتی که شما بیاید و به صورت نقدی پولی رو وارد این برنامه بکنید به شما جوایز بیشتری هم خواهد داد. یعنی شما بر اساس الان یک حالت کلی در نظر بگیرید، مثلا روزانه ممکنه بخواد 10 تا مثلا ووف به افراد مختلف هدیه بده و این حالتی که وجود داره از این 10 تا مثلا ممکنه 2 تاش رو بده به افرادی که خرید نکردن و اون 8 تا رو میده به افرادی که خرید کردن و به این صورت شما میتونید مقدار ووف بیشتری رو دریافت بکنید. پس این نکته رو هم مد نظر داشته باشید و ببینید که اگر بیاید ازش خرید بکنید و مثلا چند تا بونز مختلف بگیرید شما از این طریق میتونید هدایای بیشتری هم دریافت بکنید، هم میتونید نات کوین بیشتری دریافت کنید هم میتونید ووف بیشتری رو دریافت بکنید. ولی خب این مورد اجباری نیست، شما میتونید این کار رو انجام بدید، میتونید این کار رو انجام ندید که اگر این کار رو انجام بدید یه مقدار هزینه بر هست، اما خب در کل هزینه نات کوین خیلی هزینه زیادی نیست. یعنی هر یه دونه نات کوین اگر اشتباه نکنم در حال ضبط این ویدیو که هستم 700 تا دونه تقریبا نیست، یعنی 1000 تومان هم نیست. ولی خب اینها همش منوط به این هستش که شما بخواید هزینه بکنید یا هزینه نکنید، تصمیمش کاملا با خودتون هست. بعد توی قسمت‌های بعدی میگه که شما میتونید رأیتون رو عوض کنید. اگر که 50 تا ستاره بدید میتونید رأیتون رو عوض بکنید. مثلا اینجا شما اینو انتخاب کردید، بعد حس می‌کنید که مثلا در آخر روز ممکنه که یکی دیگه از کارتا برنده بشه، میین چنج ووت رو میزنید و اینجا 50 تا ستاره رو میدید و رأیتون رو عوض میکنید. توی این قسمت نوشته که شما اگر برنده بشید تعداد ووفایی که برنده بشید ضرب در 2 میشه که بعد 777 ستاره براش پرداخت بکنید. ستاره ها مربوط به تلگرام پریمیوم هست و شما باید اونها رو خریداری بکنید. توی این قسمت پایین یعنی وقتی که شما وارد تب بونز میشید توی این قسمت پایین چند تا کار هست که شما چند تا تسکایی هست که شما اگر انجام بدید به شما پول میده. مثلا من اگر این قسمت رو انجام بدم 5 تا بونز بهم داد 10 تا ووف. این قسمت رو انجام دادم، این قسمت رو هم انجام دادم و ببینید مقدار مختلفی به من داره در واقع سود میده، هم ووف میده هم بونز میده که شما با استفاده از این کارها هم میتونید مقدار بونز و ووف های خودتون رو بیشتر بکنید. علاوه بر این توی قسمت لیگ ها هم اگر بریم میبینید که الان توی لیگ های مختلفی هستیم، مثلا لیگ برنز، لیگ سیلور، همینجور میره بالا گلد، پلاتینیوم و غیره که هر کدوم از این لیگ ها بر اساس ووف های شما هستش که در واقع میاد و شما رو سطح بندی میکنه. مثلا توی لیگ برنز از 0 تا 150 ووف داشته باشید هستید، اگر بین 150 تا 5000 ووف باشید توی لیگ سیلور هستید. همینجور که میره بالا میبینید که لیگ های مختلف میاد و اینجا تعداد ووف ها رو مشخص میکنه و بر اساس اینها مقدار جوایزی که شما میگیرید هم متفاوت خواهد بود. توی بخش بعدی اگر من این قسمت رو کلیک بکنم میبینید که اینجا برای شما در واقع روزانه اگر به این برنامه سر بزنید می‌بینید که مقدار ووف هایی که شما میگیرید یک ضریبی میگیره و بعد به شما این ضریب رو در واقع بهتون ووف میده و در نهایت ببینید که 42 روز بیشتر نداره که همون 6 هفته که به شما گفتم هست. 6 هفته که میشه 42 روز. در نهایت اگر شما هر روز بیاید بهش سر بزنید ضریب شما 10 میشه و خب یک مقدار خیلی زیادی هستش. و دقت کنید که اگر شما یک روز وارد نشید دوباره میاد و از اول این رو حساب میکنه. پس بهتون پیشنهاد میکنم که شما هر روز حداقل هم که شده 1 دقیقه به این بازی سر بزنید که حداقل یک ضریب به ووف های شما اضافه بشه و شما تعداد ووف های بیشتری بگیرید، در نهایت کسب درآمد بیشتری بکنید از این قسمت. اینها هم که بهتون گفتم مثلا شما اگر که بیاید مثلا بونز بخرید با استفاده از نات کوین بهتون مثلا 10 تا ووف میده اگر والتتون رو کانکت بکنید، اگر توی لیگ ها برید، اگر که صفحه ووف رو بیاید نگاه بکنید و اگر اولین انتخابتون رو بکنید و اگر اشتباه نکنم برنده یعنی یک بار برنده بشید 10 ووف بهتون میده و همینجور تسکاشو اگر انجام بدید تعداد ووف های شما بیشتر خواهد شد. توی این قسمت توی بخش در واقع پروفایل هم برای شما تو قسمت اول نوشته که چقدر نات کوین به دست آوردید. توی این قسمت انتخاب های اخیر شما رو می‌نویسه که حالا ببینید کدومش برنده شدید کدومش باختید. مثلا من اینجا توی این قسمت برنده شده بودم که فکر نکنم بنویسه که چقدر بهمون داده، نه متاسفانه ننوشت. نوشته بود یه لحظه دوباره بیارمش. کجا بود؟ همین الان دیدمش. ببینید 1.28 نات کوین به من داده با این برنده‌ای که پیروزی که به دست آوردم و 8.1 ووف.
اما مثلا یه قسمت دیگه ایش که مثلا برنده نشدم هیچ نات کوین نداده، ولی خب بازم مثلا 4.2 روف به من جایزه داده. پس به این صورت شما اگر برنده بشید و اگر برنده نشید بهتون یه مقدار جایزه میده، اما اون مقدار جایزهتون بسته به اون مقدار بونزی هستش که روی اون در واقع کارت دارید شرط می‌برید. پس این نکته رو هم مد نظر داشته باشید. توی قسمت میتونید والتتون رو کانکت بکنید، میتونید دوستاتون رو دعوت بکنید. اینجا میگه که این راند یا همون 24 ساعته چقدر دیگه تموم، الان نوشته 2 ساعت دیگه تموم میشه. اینجا نوشته بازی کلا 34 روز دیگه قراره که ادامه دار باشه و بعد از 34 روز لیست میشه. قوانین بازی نوشته عذر میخوام، قوانین بازی رو اینجا نوشته و بقیه قسمت‌هایی که اینجا خیلی مهمم نیستن. ولی خب کلیات این بازی همین بود و من سعی کردم که بهتون این قسمت رو توضیح بدم. امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه و اگر که هر سوال، نظر و انتقادی دارید توی قسمت کامنت ها با من در میون بذارید و من هم سعی میکنم تا جایی که بتونم پاسختون رو بدم و انشالله که بتونید که در کنار هم کسب درآمد کنید. خیلی ممنون از همه شما و خدا نگهدارتون.